پدری 4 بچه را گذاشت توی اتاق و گفت اینجا را مرتب کنید تا من برگردم. خودش هم رفت پشت پرده. از آنجا نگاه میکرد. میدید کی چی کار میکند. مینوشت توی یک کاغذی که بعد حساب و کتاب کند. یکی از بچه ها که گیج بود حرف پدر یادش رفت. سرش گرم شد به بازی. یادش رفت که آقاش گفته خانه را مرتب کنید. یکی از بچه ها که شرور بود شروع کرد خانه را به هم ریختن و داد و فریاد که من نمیگذارم کسی اینجا را مرتب کند. یکی که خنگ بود ترسید، نشست وسط و شروع کرد گریه و جیغ و داد که آقا بیا ببین این نمیگذارد مرتب کنی. اما آن که زرنگ بود نگاه کرد، رد تن آقاش را دید از پشت پرده. تند و تند مرتب میکرد همه جا را. میدانست آقاش دارد توی کاغذ مینویسد. هی نگاه میکرد سمت پرده و میخندید. دلش هم تنگ نمیشد. میدانست که آقاش همینجاست. توی دلش هم گاهی میگفت اگر 1 دقیقه دیرتر بیاید باز من کارهای بهتر میکنم. آن بچه شرور همه جا را هی میریخت به هم. هی میدید این خوشحال است، ناراحت نمیشود. وقتی همه جا را ریخت به هم آن وقت آقا آمد. ما که خنگ بودیم گریه و زاری کرده بودیم چیزی گیرمان نیامد. او که زرنگ بود و خندیده بود کلی چیز گیرش آمد. زرنگ باش، خنگ نباش، گیج نباش. شرور که نیستی الحمدلله، گیج و خنگ هم نباش. نگاه کن پشت پرده، رد آقا رو ببین و کار خوب کن. خانه را مرتب کن تا آقا بیاید. این قصه کوتاه یا بهتره بگم این تمثیلی که خوندم متعلق بود به شخصی به اسم مرحوم حاج اسماعیل دولابی که در یکی از محافلی که داشتند برای مخاطبین خودشون بیان فرمودند. این تمثیل علی رغم سادگیش به نظرم تمثیل خیلی مهمیه، چون اگر دقت کنیم میبینیم اکثر مفاهیم پایه‌ای و اساسی و مهم تمام ادیان و مکاتب به خصوص ادیان ابراهیمی و توحیدی و متون مقدس این ادیان یعنی تورات، انجیل و قرآن رو در بر گرفته. مفاهیمی مثل ایمان، غیب، معاد، عدل، عرض شود که جهاد، صلاح و فساد، عمل صالح و حتی مفاهیم ظریفتری و دقیقتری مثل سیاست، کیاست و اینها رو هم در بر گرفته. و اگه دقت کنیم میبینیم که هر کدوم از این کاراکترها و یا شخصیت‌های این تمثیل به نوعی دارن یکی از این مفاهیمی رو که عرض کردم نمایندگی میکنن. اما از بین این مفاهیم مهم اون مفهومی که من امروز میخوام بهش اشاره کنم مفهوم عمل صالح و نسبتش با سیاست و کیاست هست. کیاست همون زرنگیه، همون چیزی که خود مرحوم دولابی روش تأکید داشتن که فرمودن زرنگ باش، که خب این مفهوم ریشه هر شود که روایی داره که ما روایت داریم که المؤمنو کیس. اما نکته که میخوام بگم در مورد عمل صالح اینه که در منطق قرآن و به طور کلی زبان وحی عمل صالح هیچگاه مشروط به موفقیت تام و تمام ظاهری در این دنیا نیست. یعنی اگر دقت کنیم در همین تمثیل خواسته پدر مرتب کردن خونه است و جای این سوال باقیه که در نهایت آیا خونه مرتب شد و اگر مرتب نشد
اون بچه زرنگ چطور میتونه خوشحال باشه. و اگر بخوایم با مفهوم عمل صالح سوالمون رو تکرار کنیم، باید اینطور پرسش کنیم که آیا عمل بچه زرنگ مصداق عمل صالح بود یا نه؟ چون اون خواسته پدر که در حقیقت محتوای عمل صالح رو تأمین میکنه مرتب شدن خونه بود، در حالی که خونه در نهایت مرتب نشد. شاید ما پیش خودمون فکر کنیم که اگر این بچه زرنگ به معنی واقعی کلمه زرنگ بود و اهل کیاست و سیاست بود، باید خیلی بهتر عمل میکرد و هر جور بود به هر حال فکر میکرد که چطوری واقعا این خواسته پدر رو که مرتب کردن خونه بود رو محقق کنه. اگر اینطور به موضوع نگاه بکنیم، وارد میدان یک سری از تصمیمات و اقدامات دیگه میشیم. مثلا اینکه مهمترین مانع مرتب شدن خونه اون برادر شروره و لذا باید یه فکری به حال اون بکنیم و هر طور شده نذاریم که اون خونه رو به هم بریزه. حالا اینجا بسته به این که چقدر بخوایم اخلاقی عمل کنیم باز تصمیمات متفاوت میشه. از ترور فیزیکی برادر شرور بگیر تا ترور شخصیتیش، تا در واقع اقدام برای متحد کردن اون دو برادر دیگه، برادر خنگ و برادر از شود که بازیگوش، برادر گیج. در حالی که همونطور که عرض کردم در منطق قرآن و زبان وحی ما از ابتدا یک تمایزی رو میبینیم و اون این که عمل صالح مشروط به موفقیت نیست که بخواد همچین اقتضاعاتی رو داشته باشه. البته معنی این حرف بی توجهی به حصول نتیجه و حماقت به خرج دادن در این زمینه به هیچ وجه نیست، بلکه نکته اینجا خیلی ظریف هست. اگر بتونیم یک نگاه کلانتری به عرصه تاریخ داشته باشیم، متوجه میشیم که توفیق ادیان و پیروان اون ادیان توحیدی به معنای واقعی کلمه به مثابه احراز اون مقبولیت و محبوبیت تاریخی خودشون و حضور مداوم و تأثیرگذارشون در عرصه تاریخ متأثر از پایبندیشون به همین نکته بوده، اینکه وارد میدان این نوع از کیاست ها و سیاست ها نمی شدن. مصداق خیلی مشخصتر و بارزتر این موضوع در تفکر شیعی هست. یعنی ما اگر از این منظر نگاه کنیم به تاریخ 250 ساله امامت، می‌بینیم که هیچ کدوم از امامان شیعه وارد عرصه چنین کیاست‌هایی نشدند و پیروان خودشون رو هم معمولاً برحذر می‌داشتند از ورود در چنین عرصه‌هایی. این موضوع رو هم میتونیم به فهرست اجمالی اون موضوعاتی که میخوایم انشاءالله در آینده بیشتر در موردش فکر بکنیم و گفتگو بکنیم اضافه بکنیم.